میگن یارو نشسته بود پشت بنز آخرین سیستم، داشت 180 تا تو اتوبان میرفت، یهو میبینه یه موتور گازی ازش جلو زد. با تعجب خیلی شاکی میشه، پاشو میذاره رو گاز و با سرعت 200 از بغل موتور رد میشه. یه مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه بازم موتور گازی ازش جلو زد. طرف کم میاره، میزنه کنار، به موتوری هم علامت میده. خلاصه دوتایی وای میستن کنار اتوبان. پیاده میشه راننده بنز و میره جلو موتوریه، میگه آقا من مخلصتم، فقط بگو چجوری با این موتورگازی روی ما رو کم کردی. موتوریه با رنگ پریده و نفس زنان میگه داداش خدا پدرتو بیامرزه وایستادی، بابا کش شلوارم گیر کرده با آینه بغلت. نتیجه اخلاقیش میدونی چیه؟ این که اگه میبینید بعضیا در کمال بی استعدادی پیشرفتای قابل ملاحظه‌ای دارن، ببین کش شلوارشون به کی گیر کرده. آره دایی.